یه پاس دیگه، برگشت توپ، فرزاد آشوبی واسه بلندی میده به اون سمت، سری بازیکنان ذوب‌آهن برمیگردن. فیلیپ آلوز دسوزا موقعیت داره، ضربه رو میزنه مجیدی و توی دروازه گل برای استقلال روی یک حرکت تند و سریع به دست میاد. کاپیتان استقلال به داد این تیم میرسه و در 39مین دقیقه دروازه ذوب‌آهن رو باز میکنه. فرهاد مجیدی پیام‌آوری شادی برای هواداران استقلال هست. خیلی خوب کار کرد فیلیپ آلوز دسوزا. خط دفاعی ذوب‌آهن جا موند. ببینید در بین دو بازیکن اینجا عرضی توپ رو فرستاد و تک ضربه فرهاد مجیدی و توپی که به درون دروازه رفت. ببینید معطل نکرد آلوز دسوزا. فرصت طلبی فرهاد مجیدی و برای اون سمت جایی که حسین ماهینی هست. ایگور کاسترو، خود کاسترو عبور میکنه، حرکت رو انجام داده. ایگور کاسترو دور میزنه، به دنبال بازیکن هست، توپ رو میفرسته. یه موقعیت دیگه، محمد حسینی، ضربه حسینی توی دروازه. باز هم محمد حسینی، باز هم یه گل زیبا. چقدر قشنگی چارچوب دروازه رو میشناسین محمد حسینی. هر موقع جلو میاد در هر مسابقه‌ای یه گل میده. هواداران ذوب‌آهن به وجد میان. آقای ضربه زیبایی هم شد. ببینید در تصویر هسته اسماعیل فرهادی، یک ضربه سرکش دیدنی از محمد حسینی. استاد گل زدن به تیم‌های مطرح هستین. محمد حسینی ضربه مدافع سمت راست